سلام به همه کنجکاوان بیمرز، جستجوگرای ناشناخته و عاشقان رمز و راز. من علیرضا هستم و امروز قراره با هم بریم جایی که نور گوگل بهش نمیتابه، جایی که لینک ها پنهانن، هویت ها واقعی نیستن و هر کلیک ممکنه یه دروازه جدید به دنیای تاریکتر باز کنه. آره، دارک وب. بذار یه چیزی رو همین اول بگم. دارک وب اون چیزی نیست که توی فیلم ها نشون میدن، یه جای پر از هکرها با ماسک گای فاکس که دارن دنیا رو نابود میکنن. نه دقیقاً. در واقع دارک وب فقط بخش کوچکی از اینترنت پنهانه، اما همین بخش کوچیک پر از اتفاقهاییه که باعث میشن یه نفر نصف شب با چراغ خاموش بشینه پای لپتاپ و از خودش بپرسه اون پایین واقعاً چه خبره. بیاد یه لحظه به این فکر کنیم. ما هر روز توی اینترنت معمولی میچرخیم، همون جایی که گوگل، اینستاگرام، یوتیوب و سایت های خبری هستن. بهش میگن سرفیس وب، یعنی سطح اینترنت. اما زیر این سطح یه لایه دیگه ای هم هست به اسم دیپ وب. اونجا پر از دیتابیس ها، سیستم های بانکی و سرورهاییه که موتورهای جستجو بهش دسترسی ندارن. و بعد پایینتر از اون یه دنیای تاریکتر منتظرته، دارک وب. دارک وب فقط با مرورگر خاصی مثل تور قابل دسترسیه، جایی که آدرس ها با آنیون تمام میشن و هیچ کس واقعا نمیدونه اون طرف کیه. اونجا ناشناس بودن یه قانونه و همینه که جذابش میکنه و البته خطرناک. بعضیا از دارک وب برای آزادی استفاده میکنن، خبرنگارایی که از کشورهای سانسور زده خبر میفرستن یا فعالای سیاسی که نمیخوان ردشون رو بزنن. اما اون طرف ماجرا بازارهای سیاه دیجیتال، فروش داده‌های دزدیده شده، ارزهای رمزنگاری شده و فروم‌هایی که بهتره هیچ وقت نخونیدشون. اگه تا اینجا از محتوای کانال ما لذت بردید، لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. لطفاً ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. حالا یه مثال واقعی. سال 2013 یه سایت معروف به اسم سیلک رود توی دارک وب ترکوند. یه بازار مجازی برای خرید و فروش همه چیز، از داروهای کمیاب تا چیزهایی که نباید نامشو برد. مؤسسش راس اولبریکت خودش رو یه آنارشیست دیجیتال میدونست و میخواست دنیا رو آزاد کنه، ولی پلیس سایبری دیدش رو یک کم متفاوت تر میدید. آخرش دستگیر شد و به حبس ابد محکوم شد. بله، دارک وب هم قهرمان داره هم هیولا. اما بذار یه سوال مهم بپرسم. چی باعث میشه آدم ها برن سراغ این دنیای تاریک؟ کنجکاوی، آزادی یا شاید فقط حس ممنوعه بودن؟ روانشناسا میگن دارک وب مثل یه آینه است. بخشی از ناخودآگاه جمعی ما توی روشنایی جاش نیست. اونجا هر کسی میتونه هر چیزی باشه، بدون قضاوت، بدون اسم، بدون چهره. یه جور دنیای سایه ها. و شاید برای همینه که اونقدر وسوسه کننده است. اما یه چیز رو هیچ وقت فراموش نکنید. ناشناس بودن توی دارک وب واقعی نیست. پشت هر اتصال رد پایی هست، هر چقدر هم کوچیک. و گاهی اون رد پا میتونه مسیر مستقیم باشه تا یه در اتاق بازجویی. بیاید واقع بین باشیم. دارک وب یه دنیای موازیه، نه کاملا بد نه کاملا خوب. جایی بین آزادی و هرج و مرج، جایی که مرز اخلاق، قانون و کنجکاوی آدمی توی مه ناپدید میشه. خب رفقا، ما از سطح وب پایین تر رفتیم، از دیپ وب گذشتیم و یه نگاهی هم به دارک وب انداختیم. ولی یه سوال هنوز باقیه. اگه یه روز فقط برای یه ساعت بتونید ناشناس و بدون قضاوت زندگی کنید، واقعا چی کار میکنید؟ آیا از اون قدرت برای آزادی استفاده میکنید یا برای کشف بخش تاریک خودتون؟ نظرتون رو برام بنویسید، چون شاید جواب شما
خودش یه قسمت جدید از پادکست ما باشه. من علیرضا هستم و این سفر به اعماق اینترنت بود. تا اپیزود بعد حواستون باشه، همیشه یه سایه دیجیتال دنبالتونه.